علامت گرسنگی چیه؟ امام غزالی رحمت الله تعالی میگه علامت گرسنگی اینه که اگر یک نان خشک رو هم جلوت آوردن با یه میل و اشتهای کامل بخوری. یعنی آرزوی خوردن یه دونه نون خشک بیفته دستت بخوری، این علامت اینه که واقعا گرسنه‌ای. و هنوز که چند لقمه جا داری دست از غذا بکش. البته قلت طعام علمای ما گفتن مثل اون گذشته ها که خب عرفای گذشته داشتن، الان در این عصر میگن این نیست. چرا؟ چون اول اون بنیه جسمی نیست، دوم اون غذاهای ارگانیک و طبیعی الان نیست. هم غذاهای ما اکثرا عموما کارخانه‌ای شده و غذاهای در حقیقت با ارزش غذایی بسیار پایین. از این طرف هم بنیه جسمی ضعیف. خب اگر طرف کم هم بخوره، کم هم بخوابه، از اون طرف اذکار و اوراد و تلاوت های طولانی هم بکنه، مریضی های روحی روانی اعصاب هزار یک چیز سراغش میره. بر این فرمودن در زمان ما دیگه قلت طعام به اون معنایی که در گذشته ها وجود داشته الان وجود نداره. همینقدر رعایت کنیم بس.